فهمیدی بیادر؟ دیگه این جور کردن کار داره این تو سر به خود نمیشه این خود جور نمیشه گپ گوش کو خوب یک وقت ما بایسیکل داشتم فکرت است همین 5 دقیقه که میرفتم 5 دقیقه بعد بس باز میبینی که چیز میشه اما 1 میله را میگی؟ نه 1 میله پنچر میشد یا پنچر میشد چی میکنی؟ مبارک افغانستان جور کرد مبارک رای پرتین برش مبارک افغانستان جور شد در این دنیا فقط یک آدم خوب است و هم تو هستی اگه تو سایکی جمع کردن پویا و گل نپسر لکیگی با یک به خاطر تو بیادر قندم ای وطن جور نمیشه حالا خود خرابم خود نکنین اگه جور نمیکنین مبارک جور کردی تو جور حالا راستی جمع میکنی تو حالا نمیره که دویجا مانده به خاطر نمیریست اگه همین نباشم میتونست اونو پیشتر یکی دیگه پیدا میشد یک جای کثافات تجمع کرد همونجا پیدا میشد که پرسین ضرور نبوده من یک مثال برات استعمال میکنم تجمع اینمی دمیجا نه بچه تجمع نه تجمع دیگه را مار میگردم ما را باقی کن اینیش اعلان داره فکر کن خب اتو فکر کن اینمی دیست نه ده اونجا چی فرق میکنه حالا این سطل خیبر چی است که سطل به هوا است جمع کو بچیم جمع کو پرتیشه گردنت بسار مقبول شده اوه بگه جور کو چه بگه که تاکسی برو پاشو تو پاشو با یک سلفی بگیر پاشو تو ما که یک سلفی بگیرم که تاکم نه از که سلفی از رو بگی که جمع میکنه سلفی از رو یک نفر وطن آباد کرد مبارک نشدین دیگه فکر کن در بین خانه چشتی در سرخانه دینه میره خب چپه میکنی یک کیف میکنه که در دسترخوان مایگان چیز چپه شونی سایکو لالا نمی یک گولیت بهار نمیشه خب ای زحمت نکش مردم ها چی در کجا رسید تو آمدی بوتل جمع میکنی 30 میلیون نفوس داریم 30 میلیون نفوس اگر 30 میلیون بگه که با یک گل بهار میشه 30 میلیون دانه گل میشه کی میگه که بهار نمیشه 30 میلیون یک چند برو بچه برو دیگه را موتر میزنه ما را کراچی یک تایره برو بخه باور نمیکنین سرم زیاد خو نکنین جمع کو بریم بچه ها دیگه بخه برو ای فهمه قندیوالی خزی ناندیوالا خوش آمدین خوش تشکر تشکر Thank you. نفشین Thank you. Thank you گفتم thank you. شکر فقط سالاد. Good. Thank you. چقدر قدر عزت میکنه این مردم با خدا. This is ready. Thank you. اشتیای خوب. تشکر. نباشین تشکر. کل چیز خوب است؟ Yeah, thank you. Thank you. اوکی. میمان باشین. خواهش میکنم. اضافهش از خودتان. تشکر. تشکر. به زحمت شدین. وقت خوش. زنده باشین. تشکر. زنده باشین. چه رقم هتل از شما پرسان نمیکنه که همین مشتری برای چی آمده؟ بگو بیادر قابلی کباب، چوپان کباب، چلمچی کباب، لیڑو کباب، کدو کباب، شلغم کباب، کدام کباب؟ شلغم کباب.
یک شلغم کباب زیر پکه زیر عکس ماملانی کباب خلاص است برادر بگو دیگه قابلی دارین؟ یک قابلی زیر پکه او برادر بین نان بود برآمد استاد تبریک باشه بوت باشه که گم شده بود بگو برادر بگو دیگه زود کو چی از بین چی برآمده بود از بین چی بود برآمد در قابلی از قابلی نمیخورم در چینکی برآمده با داخل چینکی نمیخورم چاینکی نمیخورم خب صحیح است چی داری قابلی یک قابلی زیر عکس ماملانی چت پت عکس ماملانی کو نمیبینی شما ما میبینیم یک ساعت بادا میشه یک ساعت بود در قابلی اینو بدر بگی بدر بگی دو کباب دو چوپان کباب بگی نان تو چقدر سخت هستی چه سخت است در خانه تان نداری قندم نان خوردن نداری نان سخت است یک چای بیار گلاس آخه یک میششتی لالا بله گلاس آخه یک میششتی خو کنگال کنش ده چی گپسی حالا ما چی بفهمیم لنگه که تو خواب بود نه دست ما پاک تو یک کاغذ دستمال کاغذی چیزا چی دستمال کاغذی جسته کتو کاکا بوتای رنگ کنم نه بچه رنگ بیاک بیتی بچه موسو شو کاکا یک لقمه نان نوشابه نخواستی؟ چی میکنی بچه؟ موسو کو بچه پاک نکن این خلاص است کاکا ای بچه در نان افتی داره ایزی گرد خواه کسی او تلی تو بیا ای بچه چی میکنه ای بخی زحمت کدر از در نان خوردن من برا بگی خیر کاکا بگی باش کن بگیرم نزدنش اخ مقصد بکش تو چند شد لالا بگی بیادر قدم 380 روپه 380 چی آوردی لالا 380 قابلی تام تو موندگی کشمششو میبینی کشمش شرنگ اردانش باز کو دانش بر ساعت مبره کشمش گفته کشمش باز کو بر ساعت مبره ساعت سکوپاین ساعت باز کنش بر انگشتر مبره برا دیگه بیار نفر دیگر داخل بیا بوتای ما نه آورده بودی بوتای تا وی اما وقت که تو داخل شدی بود نبوده پاید پایلوچ آمدیم خیلی بچه یک چی رنگ میکرد خو خلاص دیگه تو که دل میسوزانی سر بچگک پالود میشنی برین میتیش نان میتیش خو بوتای تا میبرن بخیر دیگه بیار 4 نفر دیگه 380 روپه لالا 380 تو پایلوچ برو حالا برادر تو وقت نگی که دیگه نفر نانو میخوره برو ما چه تو هتل تانه به خدا بدنام میکنم هر جای میگم که زدم بوتای مرا نفر آره